سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ ترکو هستم. خیلی خوش اومدین به این ویدیو بچه ها. امروز میخوایم تو این ویدیو بریم بهتون کد یه مپ کرافلند رو بدم که اوضاع خیلی درستی نداره. مپ بگراند مپش میدونی چی میگم، تامنیل مپه یه ذره بیادبیه ولی باز اوکیه دیگه. به عشق خودتون میخوام این مپ رو بهتون معرفی کنم. ریدم جانم بابا، دست بتیری نکن دیگه. و اینکه بچه دمتون گرم، یه تشکر من به شما بدهکارم. تو این چند روز واقعا ترکوندید، واقعا حمایت کرد. یه شورت ویدیو که فکر کنم یک لایک رو رد کرد اگه اشتباه نکنم، یا 924 تا یا یک لایک رو یک یورو رد کرد. عشق منید. و اینکه می‌خوایم با هم دیگه بریم تو این ویدیو بهتون این کد مپ نشون بدم و ببینید تو این مپ میفهمید من اصلا واسه چی هست. و هر کی که چیز نکنه، هر کی که این ویدیو رو لایک نکنه و نگاه وی چه هدی میزنه ترکو. و اینکه آره دیگه بریم که این مپو بهتون نشون بدم. آقا بازم میگم معذرت میخوام، مپ تاملش این شکلیه. من واقعا خجالت میکشم بخوام بهتون نشون بدم، ولی دیگه بریم دیگه، من سانسور میکنم اون یه تیکشو. بازم از شاهکارهای آقای ایکس مود زده. میایم پایین و اینجا این مپه که استارت کنیم ببینیم چجوریه. ببخشید واقعا با این وضعیت مپ. بله همونجور که میبینید مپ خاک بر سری واسهتون آوردم. آنجا پرام مپ خاک بر سری تا حالا دیده بودید؟ نکن بچه گناه داره. و اینکه امیدوارم یوتیوب بهمون گیر نده. و آره دیگه سیاه‌پوستم هستش داداشمون، برنامه کن از برنامه کنهای خوب ایرانه. و اینکه اینجا میخوام ببینید اینجا میپرم رو اینجا و بله خیلی بازم میگم شرمنده. من خواستم فقط واسه اینو به که یوتیوبرهای تازه کار نشون بدم، اگه میخوان ویدیو فان بگیرن اینا این مپ هستش، بیایید و اشغال کنید با رفیقاتون. دمتونم گرم. بله دستش هم گذاشته رو چیز و عشقی دیگه. و نمیدونم دقیقا با چه اتفاقی پاچید. بچه حالا فکرم میخواد بپاچه. بریم بالا. خب داشتم گفتم ببخشید که خواستم اینو فقط برای اون ویدیو یوتیوبرهای تازه کاری گرفتم. و اینجا رو نگاه کنید الان این کار شاهکار میکنه داشتم. بعد 2 نفر بک 3 نفرشون هم بک دادم بنازم. حاجی اینجا وایسیم یه اتفاق باحال میفته. اینجا رو نگاه کنید الان داداشمون الان شکوفا میکنه. حاجی بچه واقعا بازم میگم ببخشید. نه الانم دو بشکم که این ویدیو رو میذارم یا نه، ولی ببخشید دیگه مجبورم به خاطر این. بله و پاچید رومون دیگه بچه. همونجور که میدید پاچید، ما میریم رو چیزش و اینم ویو کلی ایشونم داغ شد چیز بس دیگه. آقا بازم میگم ببخشید که این ویدیو رو گذاشتم. اصلا بریم رو سرش. عشق منید، مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. تا این ویدیو دیگه شما رو به خدا بسپارم. یا حق